علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز، اولا معذرت میخوام به خاطر تأخیر کردن. چند روز باز یک 3-4 روز باز درسی نو نگذاشتیم همراهتون. انشاءالله امروز به اذن و اراده خداوند درس رو دوام میتیم. خب پیش از شروع کردن درس یک نکته دیگر را باید ذکر کنم که به ما یک مادر نوشتند، زنگ زدند که همون درسایی که شما میگذارید هر خیلی صورت ها در پشان مانده شدگی است. بعضا حرف ها به همون صورت و رنگ هایی که از پشتی اونا هستن مطابقت نمیکند، ما دیدن نمیتونیم. بنابراین ما کوشش کردیم که از این پس رفتی درس همون عادی باشد که دیدن آسان شود. خب یعنی همین شکل می شود، سفید و با حرف سیاه نوشته شدگی. بعضی جایی که برای دقت دادن لازم است ما سرخ کردگی هستیم. به هر حال این هم کمتر وقت زیاد صرف نمی شود، یعنی کمتر وقت می گیرد و انشاءالله که از فایده خالی نیست. خب درس امروزه ما چنانه که شما میبینید دوستان عزیز، پیش از وارد شدن به موضوعهای کلانتر یا اینکه موضوعهایی که در علم تجوید زیادتر بحث می شوند، پیش از این موضوع وارد شدن باید یک چند قاعده های عادی و یا اینکه یک چند اصطلاحات عادی را همراه در یاد داشته باشیم. از این اصطلاحات یکی از اینا می باشد حرکت. یعنی حرکت چی است؟ خب حرکت، سوال حرکت چیست؟ جواب حرکت زبر، زیر و پیش می باشد. این یک چیزی است که تصور کنید حرف ها نوشته شده باشند و حرکت نداشته باشند، یعنی زبر و زیر پیش نداشته باشند، یعنی حرف خوانده نمیشه. تصور کنیم الحمدلله را چه خیلی میخونیم، مثلا الحمد نمیدونم، یعنی یگون ا ای او داده نشود اگر هیچ حرکت کرده خوانده نمیشد. بنابراین اینا را به همون یعنی حرکتی که خودمون تصور میکنیم یا که حرکتی خودمون فکر میکنیم همون شکل خطی فکر کردن ممکن است. یعنی حرکت کرده حرفا رو به پیش خوانده رفته تونستن. برای همین خب سه حرکت داریم ما: زبر، زیر و پیش. اینها حرکت های ما یا که حرکت های زبان عربی می باشند. زبر ا را میفهماند، زیر ای را میفهماند و پیش او را میفهماند. این معلوم است. یعنی خب دویم اصطلاح یا که دویم چیزی که باید خوب در یاد بگیریم، ما سکون داریم در زبان عربی. سکون، علامتی سکون. خب این بالا بودن علامت های حرکت. خب علامت فتحه میگن، علامت کسره میگن، علامت ضمه میگفتن. فتحه، ضمه، کسره. ما زبر زیر پیش گفتیم، هیچ ضرر ندارد. به هر حال یعنی اینها علامت ها هستند. این اکنون علامت سکون، باز درسی دیگر یا که موضوع دیگر. سوال: سکون چیست؟ جواب: علامت دور مانند است که به بالای حرف های به حرکت گذاشته می شود. من همین شکلی نه، من هر دو شکلی که معمول است آوردم برای شما. یکم شکل که بسیارتر زیاد استفاده می شود علامت دور مانند است، همین مانند صفر است یعنی. و دیگر شکلی که در بعضی کتاب ها استفاده می شود به همون شکلی، همون چی میگیم، کله حرف ها و کله حرف جیم، کله حرف خب خا. همین سه حرفه که این باز یک فلسفه دیگری خچه دارد که اون شخصی که این حرکت ساخته است به چی خاطر مثلا همین خیلی شکل داده است به این، از همون حرف ها، جیم و خا گرفته شدگی است. خب این یک بحثی دیگر است. به هر حال علامت سکون به همین دو شکل نوشته می شود در کتاب. اینا میگن علامت سکون. خب اینجا یک نون هم آوردیم که در بالاش علامت سکون دارد. یک چیز دیگر را دقت دهیم که علامت سکون دوره مانند است یا بعضی جا من خیلی کجک است که در بالای حرف های به حرکت گذاشته می شود. یعنی علامت سکون مخالف حرکت است. کدام حرفی که علامت سکون داشته باشد هرگز او حرکت قبول کردن نمیتواند. یعنی حرفی ما یا حرکت دارد و یا اینکه سکون دارد. خب حرفی ما یا علامت فتحه، ضمه، کسره دارد و یا اینکه علامت سکون دارد. یعنی حالت حرف از این دو خالی نیست. حرفها حتما، هر یک حرف حتما یا باید سکون داشته باشد، علامت سکون داشته باشد و یا اینکه خب حرکت داشته باشد.
دیگر حرفی ساکن چیست؟ اکنون دقت دهید دوستان، ما گفتیم که علامت سکون در اینجا گفتیم و در اینجا گفتیم که حرفی ساکن. سوال، حرفی ساکن چی رو میگویند؟ جواب، حرفی که دارای هیچ یکی از حرکت‌های سه‌گانه نباشد حرفی ساکن نامیده می شود. مثلا قافی که بینید حرکت فتحه ضمه کسره ندارد و علامت سکون در بالاش است، گفتیم که قافی ساکن. جیم اگر زبر زیر پیش نداشته باشد میگیم جیمی ساکن. نون زبر زیر پیش ندارد میگیم نونی ساکن. یعنی همه حرف هایی که زبر زیر پیش ندارن، یعنی حرکت ندارن، اونها رو ما میگیم حرفی ساکن. برای چی؟ به خاطر که علامت سکون در بالاش است. یعنی علامت خودی علامت سکون میگیم و حرفی که دارای علامت سکون است او رو ما میگیم حرفی ساکن. علامت سکون و حرفی که دارای علامت سکون است او را میگیم، مثلا جیم باشد جیمی ساکن، کاف باشد کافی ساکن، یا باشد یایی ساکن، قاف باشد قافی ساکن. خب سین باشد سینی ساکن. همین خیل. دیگر علامتی ما تشدید یا که شده، هر نام میگیرن، تشدید هم میگن شده هم میگن. یعنی علامتش من خیلی است، شکلش، یعنی حرف ش بر این بالا نوشته می شود. سوال، تشدید چیست؟ جواب، علامت تشدید، اینم علامت بوده است، حرف نبوده است. یعنی علامت تشدید در بالای دو حرف گذاشته می شود که هر دوی آنها از یک جنس بوده، یکیش ساکن و دیگری متحرک یعنی حرکت دار می باشد. یعنی علامت تشدید یک علامتی است که در بالای دو حرف گذاشته می شود که آن حرف ها با هم در داخل یکدیگر درآمدگی هستند. خب و یکی از این حرف ها علامت سکون دارد و دیگریش حرکت دارد، یا زبر یا زیر یا پیش دارد، یعنی یگان حرکتی دارد. بنابراین اینا میگن علامت تشدید. مثال، از روی مثال خوبتر میفهمیم. خب فکریم رب، کلمه رب را بینید، در بالای کدام حرفی ما تشدید است؟ در بالای حرفی با، حرفی ب ده تشدید است. حرفی ب در همین کلمه رب در اصل چه خیل است؟ رب ب، یعنی تشدید در بالای حرفی ب آمدگی است. حرفی ب ما اولش ساکن است، دیگریش متحرک حرکت دارد. همین رب ب نمیگن بلکه یک تشدید در بالاش میمونن، هم خط کوتاه میشود، هم خب زینت مثلا خط پیدا میشود. بنابراین رب ب نمیگن بلکه رب ب گفتن، یعنی دو به یک جا شده است. خب یا که مثلا حق در اصل چی بوده است؟ حق قن، دیدید؟ حق قن. حرف قاف تشدید دارد، علامتی تشدید یا که شده دارد. خب در اصل دو قاف در همین حرف وجود داشته است، اولینش ساکن و دومیش متحرک، یعنی حرکت دارد، یعنی زبر یا زیری و پیش داشته باشد. حق قو، حق قن. خب در زبانی تاجیکی هم مثلا سیفالدین میگیم، سیفالدین دو تا دی است، یا که نمیدونم دیگر نامه هایی که با دو حرف نوشته میشوند، اونا را شما از همین شکل مثلا بینید تشدید است. یعنی خب آخران چیست از درس امروزه؟ تنوین. اکنون تنوین چی است؟ سوال، تنوین چیست؟ جواب، تنوین همان نون ساکن است که در لفظ وجود دارد ولی در خط نوشته نمی شود. اول ما نونی ساکن تصور کنیم. نونی ساکن، ما گفتیم که حرفی ساکن کدام حرف میگن؟ حرفی که دارای علامتی سکون در بالاش، یعنی نه زیر نه زبر نه پیش یگان چیز نیست بلکه علامتی سکون است. پس نونی ساکن، نونی را میگن که نه زبر دارد نه زیر نه پیش. انا اکنون فهمیدیم که تنوین هم همون نونی ساکن است، یعنی حرفی نونی هست که در لفظ هست، وقتی تلفظ کردن در دهان تلفظ می شود ولی در خط حرفی نون نوشته نمی شود. اینه میگن تنوین. مثلا من بینید اینجا سون نوشته شده است، سون، سین
و حرکتی تنوین دارد، یعنی تنوینی اون دارد. یا که دو پیش میگیم در اصطلاحاتی مثلا در بین مردمی خودمون همین خیلی مشهور است که دو پیش میگیم. خب سین دو پیش سون گفته میخوندیم. سون در اصل سون یعنی سین، بینید همین سون عبارت است از سه، سین، او و نونی ساکین. بینید سون نوشته شدگی باشد، سین هست، او هست و دیگری علامتی که در بر او هست یک نونی ساکین است همون. بنابراین میگیم که تنوین همون نونی ساکینی هست که در لفظ هست ولی در خط نه. یا که این بینید دیگری مثال رن، رن می نویسیم. خب رن گفتیم، رن عبارت است از حرف را، حرکت فتحه و نونی ساکین، یعنی نون تلفظ می شود اما در خط نوشته نمی شود. یا که طین میگیم، طین، طین عبارت است از حرف تا کسره، یعنی علامتی کسره، علامتی کسره یا که زیر و نونی ساکین. هر ده همینا یک خیل خوانده میشن، طین، طین. فهمیده می شود که هر کجا که تنوین آمد البته که در اونجا نونی ساکین هست، یعنی در زبان هست اما به شکلی که نونی ساکین هست نوشته نمی شود، بلکه در جای نونی ساکین اگر حرکت کسره آمدگی باشد یک کسره دیگر زیادی میکنند، حرکت فتحه آمدگی باشد یک خطچه دیگر در بلاش رنگ همون علامتی فتحه زیادی میکنند و اگر علامتی ضمه باشد باز یک ضمه دیگر زیادی می نویسند و این می شود تنوین. انشاءالله که این موضوع را باید خوب فهمیده باشید. خواهش میکنم به دقت این موضوع را خوانید، چون که آینده قریب که تمامی درس ها همین قاعده ها ذکر می شوند. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.